شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران. غرد يا شبل الإيمان، غرد يا شبل الإيمان، غرد واستع بالقرآن. فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان. فجرا عسرا تعشق الروح كهذا الذكرى. أتل المصحف فجرا عسرا تعشق الروح كهذا الذكرى. تلقى الخير وتلقى الأجر وتحرر فيه الإنسان. تلقى الخير وتلقى الأجر وتحرر فيه الإنسان. آمين رب انزلنا منزلا مبارکا و انت خیر المنزلین. الله مهربان در این دکان این خواهر اسلامی فیض و برکات چند موجود فرمای و بلا و خطا را برداشته بگرداند و تمام آن تمنیات و خواهشاتی رو که این خواهر اسلامی دارد خداوند با فضل کرمش حاصل بگرداند تا آخر این ماه. الله مهربان همه ما و شما را صحت و سلامت نگه دارد. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. آمین یا رب به نام جهاندار جان آفرین، به نام جهاندار جان آفرین. به نام جهاندار جان آفرین،
حکیمی سخن در زبان آفرینید. سپاس و حمد به حد مر خدا را که صنعش در وجود آورد ما را. هر دم از ما صد درود و صد سلام بر رسول و آل و اصحابش تمام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز و برادران خیلی گرامی، قبلا از نام خودم و از نام این برادرانی که همراه ما هستند، همه شما را به این ماهی شریف، به این ماهی پر از ثواب و پر از نیکی ها تبریک و تهنیت میگویم و از خدایی که هیچ وقت ملکش زوال می شود، از خدایی که پیدایش او از ذات خود اوست، از خداوندی که عزت خاری ما در ید قدرت اوست، از خداوندی که حیات و ممات ما در ید قدرت اوست. تمنای او را داریم، دعا میکنیم، خواهش او را داریم که خداوند از همه ما و شما این ماه مبارک را قبول گرداند و آن بشارت های را که در کتاب خدا آمده است که برای آدمی روزدار الله مهربان دروازه دارد به نام ریان که از او روزدارها داخل می شود. خدایا ما و شما را نصیب وارد شدن آن دروازه بگرداند و از الله مهربان خواهان او هستیم که اولادها و اجدادهای ما و شما را هم در جاده شریعتش خدای مهربان نگه دارد و همزمان از خداوند خواهان او هستیم که با آن نیت‌های نیکی که شما از خانه هاتان بیرون شدین و در این سرزمین ها برای خود مسکن گرفتین، خدای مهربان رزق‌های شما را فراخ گرداند و الله مهربان از راه حلال، از وجه حلال به دست آوردنی ثروت و مال را توفیقشان را برای شما عطا کند. باز شما را خدای مهربان صحت و سلامت در هر جایی که نیتاتون باشد الله نگهبانتون باشد. و در آخر برادرای عزیز همیشه دعا هم داشته باشیم که خداوند در دیارای ما و شما، در وطن ما و شما هم همیشه آرامی و آسودگی و فراهمی و یکدیگر فهمی را الله مهربان برقرار و بردوام نگه دارد. برادران عزیز و گرامی، با دعوت برادرایی که ما گوییم بار اول به این شهر قزاقستان آمدیم، اگرچه سفرهای بیرون از وطن چندین بار و چندین شهرهای زیاد داشتیم، ولی به طرف قزاقستان بار اول آمدیم و از ما خداوند خیر کرد. برادرایی را که حتی گفتن از حقمان دعا کنین و از نام بردن ضرورت ندارد
که زحمت کشیدن، مهنت کردن، اخلاص کردن و دعوت نمودن، ولی پیش از آمدن فکرهای ما همین بود که شاید یکان نفرهای علایده یا کمی مثلا در این ملک وجود داشته باشد از تاجیکان ما، ولی امروز ششم روز است برادر عزیز. به عدد خدا را شکر که اینقدر مجلس های کلام، اینقدر برادرای زیاد، اینقدر محبه و مخلص های دین ما واخوردیم، با اونها صحبت ها داشتیم و امروز به دعوت این خواهر اسلامی که به این منزلشان، به این دکانشان دعوت نمودن، اینجا هم ما را خرسندی زیاد من از این بود که مثال یک زن گوییم، اکو اینها را دیگر بچی من همانند کنم به خاطر که بینیم اینها را خداوند به ذمه‌شان از بسیار چیزها اینها را خلاص گردانیدگی است، به خاطر که اینها زنند. یک مثال از حضرت آدم تا این جانب یگان زن پیغمبر نشده است، به خاطر که اینها تواناییشان، قدرتشان خب ضعیفتره. ولی وقتی میبینی یک خواهر اسلامی اینقدر محبت میکند، اینقدر اخلاص میکند، اینقدر مردها را دعوت میکند، اینقدر دسترخوان میپرتاید، برادر عزیز و گرامی، حقیقتا به نام خدا ما بسیار شاد میشیم، خدا را به عدد شکر میگیم که این مادرها یا خواهرها یا زنهایی که اینقدر همت دارن، این هم جای وصفش هست. خدا این خواهر اسلامی را هم این خیر احسانهاش قبول گرداند، طاعت عبادتش قبول گرداند، مشکلات هایی که بالای سرش باشد الله با فضل کرمش دور کند و همیشه خدای مهربان در پرده رحمت و قسمتش نگهش دارد، گذشتگانش رحمت و مغفرت کند، اولادها و اجدادهاش الله مهربان در راه اسلام، در راه درست، در راه نیک به همیشگی نگه بدارد. در ذهنم یکی از خواهران اسلامی رابعه گذشت. من وقتی قصه رابعه را میخواندم اون زمان دخترچه نداشتم. بعدا نیت کردم که اگر با شرط خداوند مرا صاحب دختر کند من همه را رابعهش میمونم. به خاطر همون حیات رابعه را خواندم. و خیلی و خیلی برای من تأثیر بخش بود که چقدر خواهرای اسلامی در این تاریخ اسلام گذشتن. حضرت مولوی میگو بود مردی نشان غیرت دین، اگر مردی بکن این رخش رازی. مردی نیست برادرای عزیز که با بعضی از جهتاش موفقیتی داشته باشه. میگم بود مردی نشان غیرت دین، اگر مردی بکن این رخش رازی. هر کسی که در دین مستحکمه، هر کسی که اخلاصی در دین دارد، بازم اون که اگر چیز زنم که باشد او را مرد میخواند. من میخواستم برادرای عزیز و گرامی از قصه همین حضرت رابعه و شما حکایه داشته باشم تا من این مثال به خاطر اون که صاحب این منزل و صاحب این دکان که زنای
و این محبت و غیرتی را که از این مثال زن که ما مشاهده کردیم، زی خاطر خواستم که قصه را از همین حال رابعه بیان کنم تا شما هم برادرای عزیز همون همت و مردی و جرأت و غیرت خودتان را با این خواهر اسلامی رابعه مقایسه کنید. خدا خواهد که انشاءالله از الله من همیشه گمانم همینه که شاید که شما هم تمنا کنید که همون عقیده را که رابعه داشت خدا به شما هم همون غیرت عطا کنه. معدن حال حکایه میکنم. از آن رابعه پرسان کرد سائل چرا شوهر نسازی از قبایل؟ بگفتش در غم سه چیز هستم، ندانم قسمت روزی هستم، ندانم روز رحلت دادن جان رحم یا نه ز مکر دیو شیطان. رابعه برادرای عزیز در حیات شوهر نکرد. بعدا یک نفر آمد و پرسیدش ای خواهر اسلامی برای چی شوهر نمیکنی؟ سبب در چیه؟ حضرت رابعه به او جواب داد، گفت راستی با سه مسئله سه چیز همیشه در پیش چشم مای، همیشه در ذهن مای، نمیتونم که شوهر کنم. برادر عزیز من در ابتدا گفتم آن چیزی را که حضرت رابعه در ذهنش گذرانید امروز بسیاری از ما مردها نه تنها یک نفر صدها نفر ما این فکر و این یاد در ذهن ما و شما نیست. ولی این برادر عزیز خیر ما نیست. این برای ما خیر نیست. گفتن یکم روزی رحلت دادن جان رحم یا نه ز مکر دیو شیطان. دوم برادران عزیز یکم این است که شما وقتی که الله مهربان مبتلای بیماری مرگتان میکند، مرگ خود که یک مشکلاتی هست، چگونه که حبیب خدا دعا میکرد اللهم اعینی علی سکرات الموت و غمرات الموت. خدایا مرا از سختی و از مشکلات مرگ آزاد کن، خلاص کن، سبک کن. باز در برابر این برادرای عزیز وسواس شیطان است. انسان در ما حالت بسیار وسواس میکنه. وسواس شیطان حتی نه تنها در حالت مرگ بلکه تا خانه قبر. برای چی پیامبر نازنین من دعا میکرد اللهم اینی اعوذ بک من فتنه عذاب القبر. خدایا ما را از فتنه عذاب قبر نگه دار. حتی فتنه شیطان تا داخل قبر هم هست. حضرت رابعه چی میگه؟ میگه یکم همین که آیا همین وسواسی که شیطان دارد در حالت مرگ من نجات میابم یا نمیابم؟ کی این جوابشو میده؟ مقصد کی من گفته میتواند که من اینا میلش با گفته شما شوهر بکنم، ولی تو گفته میتونید که من از همین وسواس شیطان نجات میابم. اگر تو همین برای من گارانتی اینا من تیار که شوهر کنم. یکم چیزی که من نمیگذارد من شوهر کنم همین است که وقتی سر در بالین مرگ میگذارم آیا از وسواس شیطان نجات میابم یا نه؟ دادرای عزیز کدامی تو همین فکر میکنید؟ ما برادرای عزیز و گرامی حتما باید
این قاعده است، این اسلام است. هر کدام ما باید که وقتی سرمون در بستر گذاشتیم همون جدا باید که ما از این حالت بخبر نباشیم. حضرت مولوی میگو ندانی که دمی آخر چه حال است، از این تا زیر خاکت 100 سوال است. ای انسان تا حالی نمیدانی، ولی حال تا نمیدانی ای زمانی که سر با در بستر میمانی، وقتی که بازم این که جان امانت الله است و قبض میکنه، بازم همین تا خانه قبر تا 100 سوال دیگر است. ما به پرواریم برادر عزیز. ما میدانیم که حال خاتمه ما به چه انجام می‌یابد. میدانین هر یک بزرگای لخشیدگیان، هر یک بزرگای ایمان باید دادگیان که قسم به بزرگی خدا انسان اگر فکر کند جگراش پاره پاره می‌شود. ولی از همه آن چیزی که برای شما مهمه برادر عزیز از این دنیا بردنم این ایمان است. میگه وقتی آدمی خوب در بالای تابوت میگذارند، آدمی که پای با عبادت بود، آدمی که عقیده دینی داشت، آدمی که همیشه با خدا بود، وقتی بالای تابوت میگذاشتنش، وقتی جنازه‌اش که میخوانند، وقتی میبردارنش و یا باشیشگاهش خداوند نشان میدهد، میگه انا همین منظره های زیبایی که میبینی، انا همین الحال تو به خانه آخرتت بیا، انا همین باشیشگاه، انا همین راحتگاه، انا همین آسایشگاه نصیبی ته. میگه وقتی اینا که میبیند دیگر میگه به سوی همون بردارنده های تابوت فریاد میزده است، میگه قدیمونی قدیمونی، تیزتر برای مرا، تیزتر برای مرا. وقتی برادری عزیز آدمی که در حیات خدا را فراموش کرد، آدمی که در حیات فقط سرگردانی دنیا داشت، آدمی که به یادش نزد بندگی خدا، خواجم باغداری هر دار، مسلمانی هم مسلمانو، فقط همین بود. وقتی در تابوت که میگذارنش نامه اعمالش مثل شب که تاریک سیاه، بعدا نشانش میتن، میگن الحال که آمدی انامین عذابها را دیدی، انامین عذابها همه منتظر توی هم. بعدا میگه به سوی همون بردارنده های تابوت میگفته است یا ویلها، این سخن همون مرده یا ویلها، این را پیغمبر گفته سه این تذهبون بیا، ای وای به حال من کجا میبرید، من کجا میبرید. یسمع صوتها کل شیء الا الانسان ولو سمع صیقه. پیامبر گفت امی صدای مرده را همه آن چیزی که هست میشنوند مگر انسان نمیشنود. اگر انسان شنود، پیامبر پرسیدند چی میشود؟ گفت صیقه، بیهوش میشود. برادرای عزیز و گرامی، ولی ما دمی آخر داریم، ولی وسوسه ها در ما رو برو میشه. این رابعه که در ذهنش قپید این چیز داشت و گفت که من نمیدانم که دم آخری من، مقصد لحظه های آخری من از وسواس شیطان نجات میابم یا نمیابم. یکم چیزی که من دقت میکرد، یکم چیزی که من به خودش مشغول کرده است. دوم چی؟ سه چیز این رابعه را دقت میداد که شوهر نکرد. دوم از شدت روز قیامت چی باشد حال اندر داده میخد. دوم برادران عزیز آن چیزی که من دقت میکرد، شما هم میدانید که فاما من اوتی کتابه بیمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا. وقتی میگن نامه اعمال که در دست کسی با دست راست داده شد، با او حساب آسان و با او پاداشش جنت است. ولی هر کسی را برادرای عزیز نامه اعمال به دست چپ داده شد، او هلاک شد. او را خبرش همینه که ما بعد تو، یعنی من بعد تو بسیار خطره برای تو. حضرت رابعه میگه همان روز قیامت من نمیدانم که نامه اعمال مرا به دست راست میتین یا به دست چپ.
سوم دو فرقه گردد خلق فردا، یکی خوانده شود بر خلد اعلا، دیگر رانده شود بر جانب نار. گرفتاران قهر سخت قهار، نمیدانم که در بین کدامم، از این اندوه در کلفت مدامم. از این باعث نسازم فکر شوهر، نیم غافل دمی از خوف محشر. سوم گفت الله مهربان روز قیامت مردم دو تقسیم میکنه، یکی جنتی ها یکی دوزخی ها. من نمیدانم که در بین کدام اینها باشد. برادرای عزیز، من نمیدانم که در بین کدام اینهایم، در بین جنتی هایم یا در بین دوزخی هایم. سه مسئله. یکم دم آخری من به چی انجام می‌یابد. ببین. دوم نامه اعمال من به دست راست داده میشد یا چپ. سوم همون تقسیماتی که خدا در روز قیامت میکنه، من در زمره کدام اونهایم. این سه مسئله مادر ما رابعه را نگذاشت که حتی فکر شوهر کند، حتی فکر فرزند آوردن کند، حتی فکر کلبه و حتی فکر آبادی دنیا کند. میگن نگذاشت این سه مسئله که من به یاد اینها زنم. خدا رحمت کنه حضرت مولوی را. وقتی او بزرگی خدا همین قصه رابعه را که خواند، بعد حضرت میگه قلم گرفت و نویسان. بعد ماها را گفت، همین جمعیت ما را گفت، نگر ای مرد سالک همتی زن، نگر ای مرد سالک همتی زن، که آن زن تاج مردان است تو زن. همت را دیدین؟ گفت عقیده را دیدین؟ دینداری را دیدین؟ محبت و اخلاص را دیدین؟ شما باید زن نگین، باید تاج مردها گوین و خداتان زن گوین. زیرا شما این جرأت و شما این اخلاص ندارین. برادرای عزیز و گرامی، حقیقتا تاریخ دین، تاریخ اسلام بسیار زنهای غیور و بسیار زنهای جسور زیاد داشت. خدا کند دادرای عزیز که ما و شما هم از این مسئله های مهمی را که این مادر در پیش چشمش داشت، همیشه در فکرش داشت، شما هم داشته باشید. یک حدیثی را میخواستم برای شما خوانم و معنای او را به گوش شما رسان، بعدا انشاءالله دعا میکنیم. جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود لولا ادعاء الغیب لشهدت على 5 نفر انهم اهل الجنه. برادرای عزیز، شما میدونید که علم غیب الله میدونه. علم غیب مال خداست. حتی در سوره یونس ان الغیب لله الله میگه غیب خاصی منه، این مال منه. علم غیب را کس نمیداند به جز پروردگار. صاحب تفسیر روح البیان میگه علم غیب را کس نمیداند به جز پروردگار. هر کی میگوید که میدانم از او باور مدار. مصطفی هرگز نگفتی تا نگفتی جبرائیل، جبرائیل هرگز نگفتی تا نگفتی منتهی. حبیب خدا میگوید من 5 نفر را قبلا گفتم میتونم که اینا اهل جنتن. 5 نفر را قبلا گفتم میتونم که اهل جنتن.
یکم الفقیر صاحب العیال. جناب رسول اکرم میگه یکم نفری که من قبلا گفته میتونم که این اهل جنت است، این آدم فقیری که صاحب عیال است. فقیر شما میدونید نه برادر؟ فقیر، مسکین، اینها نفرهایی هستند که بسیار آدمای بگیم دستناره است، آدمای بی شرایط، آدمایی که بی امکانیتند. خب حبیب خدا میگوید وقتی اینها به همان مقداری که خدا به آنها عطا کرده است قناعت دارن، راضی‌اند، اینا هم بیشک اهل جنتند. ما در حدیث ها زیاد داریم، برای حدیث های صحیح. من برای شما حدیثی را بیان نمیکنم که در او ذره یگان مثال شک یا شبهه باشد. جناب رسول اکرم الا اخبرکم باهل الجنه کل ضعیف متضعف. آیا من برای شما اهل جنتی ها را گویم کیاند؟ نفرهایی که بسیار ضعیف و بیچاره و ناتوانند، اینا اهل جنت هستند. جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قمت على باب الجنه فاذا عامه من دخلها المساکین. من نزد دروازه جنت بودم، دیدم گروه مردمی که به جنت می در آمدن، اینها همه مسکین ها بودن، همه بیچاره ها بودن. زی خاطر ماها برادرای عزیز آدمای نادار و بیچاره را هم به چشم حقیر نگاه نکنید، زیرا پیغمبرها به جز حضرت سلیمان همشان فقیر و نادار بودن. هیچ پیغمبری در تاریخ میگوید آدمی مقصد به دولت و به ثروت گذشتگی نیست. از آن جمله پیغمبر ما و شما هم که از جایگاه خوابش گم میزنند تا بستری که زیر سرش داشت، و وقتی که از حیات دنیا را پدرود گفت، برادر نفری که دنیا را تغییرات تبدلات در آورد. در دنیا حبیب خدا هیبت داشت، وقتی از دنیا گذشت مادرمان عایشه میگه از او دو چیز ماند، یک مسواک چوب، 2 کیلو جو، تمام، دیگر هیچ چیزی نداشت. برای این حضرت مولوی میگه به حضرت بود دائم حب درویش، تو چون اقرب زنی درویش را نیش. میدانی که ای انسانی که امروز فقیرها را نیش میزنی، میگه میدانی پیغمبر تو بسیار درویش دوستار بود، بسیار فقیر دوستار بود. زی خاطر یکم نفری که پیغمبر میگه اینها اهل جنتند، اینا فقیرها هستند، میگه آدمای نادار هستند، آدمای بیچاره هستند که شما بینید برادر عزیز با همین قدر امکانیت ندارد با روزه میدارد، امکانیت ندارد با فرزندان راه دین تربیه میکنه، شرایط و گرسنگی و تشنگی او را غلبه کرده است، با اون قناعت دارد. زی خاطر الله مهربان پاداش اینها را جنت گفتگی است، به شرطی که فقیرای ما فقیریشان از خدا ببینند. خواجه حافظ میگو گر رنج پیش آید و گر راحت حکیم. خواه رنج ببینی خواه راحت میبینی، گر رنج پیش آید و گر راحت حکیم. نسبت مکن به غیر که اینها خدا کند، همه این خدا میکنه. دارا تا میکنه خدا میکنه، نادار تا میکنه خدا میکنه. دارا هم به داراگی شکرگزاری کند و مال خدا دادگی را در راه درست صرف کند، و نادار هم به ناداریش و پروردگار شکرگزار باشد و قناعت داشته باشد. زیرا برادرای عزیز، آیا این خواجه شیخ سعدی میگو به دولت مناز و به مهنت ملال، که این هر دو را زود از زوال. دولتدار میگه به دولتش ننازد، فقیرم از ناداری شکایت نکند، زیرا شاید که تقدیر دیگرگون شود، دولتدار نادار و آدمی نادار دولتدار شود. به دولت مناز و به مهنت ملال، که این هر دو را زود از زوال. همین است رسمی سرای دروش، گه پشتی زین و گه زین به پوش.
دنیا را میگه قاعده شد. ولی یک قصه هست، میگه یک مرد با زنش، همین مرغای بریانی که پیش ما هست، میگه با زنش میگه نشسته و میگه مرغ میخوردن. و ناگاه یک سائل، یک تلبنده نزدیک آمد و بوی مرغ به مشامش زد. بعدا میگه فریاد زد خانه‌دار، گفت ای خانه‌دار، گفت از همون مرغ چیزی برای ما هم عطا کن. میگه این مرد به سوی زنش سیاست کرد، گفت این سائل از در بیرون کن. گفت مقصد این از صدقه نان میکنه، این از صدقه مرغ، این از چیو مرغخوریش پیشش کرد. میگه از من خیلی وقتا گذشت، همین مرده که مرغ میخورد و دولت داشت، میگه با اصطلاح های امروزه بانکرات شد، تمام مال ثروتش رفت. بعد زن دید که مردک دسترخوانش که خراب شد، گفت اکو مردک من دیگه در دست طاقت نمیکنم، طلاق مرا ته. زنک هم میگه طلاقش گرفت و رفت. این زن میگه با یک مرد دیگر نکاح بست و همین لحظه که با شوهر اولش داشت، روز میگه همین خیلی با مردکی نبوش، میگه مرغ میخورد، بناگاه یک تلبنده در آمد و این مردکش میگه یک تیکه مرغ دادش و گفت بر همون تلبنده را تی گفت. میگه برد مرغ در دست تلبنده داد و گشته آمد و گریه کرد. میگه مردکش گفت چرا برای یک تیکه مرغ گریه میکنی؟ گفت نه مرده، من برای اون گریه میکنم که همون تلبنده گفت یک زمانهای گفت شوهر من بود. انا همون آدمی بدولتی که مقصد مرغ میخورد و خدا قرآن در میگه فاما سائل فلا تنهر، شما تلبنده ها را داد نزنین، تلبنده ها را مقصد خالی روان نکنین. انا همین شوهر من بود، من برای همین گریه میکنم. این مرد پهلو بودگی شوهرش میگه، گفت که جای تعجب نیست، گفت حیرت نشد، گفت همون مرده که برای تلبیدن خانه شما آمد، انمون منم. گفت انمون منم. گفت امروز ببین که مثال ها را ببینه، زمان را ببینه، دنیا را ببینه. یکم نفری را که پیامبر گرامی میگوید وای بیشک جنت است، همین فقیرهایی هستند که فقرشون از خدا میبینند، فقرشون از جانب الله میدانند. یکم. دوم والمرأة راضی عنها زوجها، دوم زنهایی که شوهرها از او راضی باشند. هر زنی را که شوهرش از او راضی باشد، او هم بیشک جنتی است. پیامبر میگه ایما امرأة ماتت و زوجها عنها راض دخلت الجنه. کدام زنی که مردکش راضی شد، برای این زن ببینید دروازه های جنت گشاده، راه به جنت در. باری میگه یک زن از جاش خیست نزد پیامبر گفت حبیبی خدا، ما دائم در خانه میشینیم، مسجد رفتن حق مردها، جهاد رفتن حق مردها، بیماری را خبر گرفتن حق مردها. خب ببینید همه نماز جماعت حق مردها، نماز جمعه حق مردها، و ما فقط در خانه ما چی کار کنیم؟ حبیب خدا میگه تبسم کرد و بسوی تمامی گردواناش گفت همین خیزنی با جرأت یگان بار شما واخوردیم که همین خیز سوالی زیباتی هست. گفتن نه. بعد گفت مادر عزیز، من برای تو میگویم که اگر تو خواهی که ثواب عیادت بیمار را بگیری، ثواب نماز جمعه را بگیری، ثواب نماز 5 وقته را بگیری، ثواب مقصد جهاد را گیری و هر چیزی که بزیمه مرد هاست، تو مردک از خودت راضی کن، همه اینها را گفت ثوابش خدا در نامه اعمالت می‌نویسد. یعنی زنی را که از او شوهرش راضی باشد. ما در حدیث های پیامبر داریم لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. اگر آدم سجده کردن درست میشد، هر آینه امر میکردن که زنها شوهرهاشون سجده کنند. این هم از جهت بزرگی حق شوهرها است. برای هر زنی را که شوهرش راضی باشد،
برادرای عزیز، او زن بیشک اهل جنت است. این دویم طایفه. سوم طایفه والمرأة والمتصدقة بمهرها. سومش کدام زنی که مهر خودش را به مردک میبخشد. مقصد مهر طلب نمیکنه، میگه در عوض مهر همین دین تو، اسلام تو، خب اخلاق حمیده تو باشد، برای من مهر در کار نیست. همین تو مردک باشی، رنگ امروز نوجوان مردای ما زنی کرده نمیتونن، از دور میروان زنکا را طلاق میکنن. اگر رنگ اینها نباشی، من مهر مده تو بخشیدم، من زنی تو. سلیم برادرای عزیز، این بسیار زنی تاریخی است. پیامبر ما گفت که در جنت اولین زنی را که دیدم سلیم بود. همین سلیم وقتی که طلحه ایمان نداشت، وقتی سلیم سیو مادر انس بود، بسیار زنی زیبا بود، به حد زنی زیبا بود. میگه خریدارش به نهایت زیاد بود، هیچ کس قبول نمیکرد. بعدا این طلحه که آدمی مالدار بود، بسیار ثروتمند بود، گفت الحال تماشا کنین، گفت مقصد من چگونه باید در نکاح میدارم. رفت پیش سلیم، پیش مادر انس، آمد و گفت من برای خواستگاری تو آمدم، من تو را میخواهم برای خودم زن کنم، چند مقدار مال در کاره؟ میگه خلطه پوری طلا و نقره در پیش پرتا. گفت اینهاش گفت هم تا بگیر، گفت اکنون مهر تا گپ زد. میگه سلیم که مثل رابعه آدمی با عقیده و دیندار بود، خلطه های طلا و نقره را گفت در پیش طلحه حواله کرد. گفت که تو یک چیز فراموش نکن، من زن مسلمانم، تو مشرکی، تو ایمان نداری، نکاح من در تو درست نیست، ولی من برای تو قبلا میگم که اگر امی خانه پر از طلا و نقره کنی، تا اگر اسلام قبول نکنی، من برای تو زن نیستم. در محرم فقط اسلام تو را طلب دارم. میگه طلحه که شرط گذاشته بود که من همین زن در نکاح میدارم، دیگر این پرینسیپ گیم سلیم طلحه را مسلمان کرد. طلحه ایمان آورد و طلا و نقرش را پس گردان، گفت من برای من همین اسلام تو بسه، در عوض مهر من همین اسلام مده در کار. سوم زنی که اهل جنت است، کسی که مهرش میبخشد. برادرای عزیز، من چند روزه که خیلی شما ممکن شنیده بودین، باز قید میکنم، از زن و فرزنداتون فراموش نکنید. بگذار برادر عزیز، اگر در کدام دولتی که اگر زندگی کنید، تمام شرایط در اوج عالی هم که باشد، زن و فرزند فراموش نکنید. از زن و فرزنداتون یاد کنید. پیامبر این لبدنک علیک حق و لزوجک علیک حق میگن. زنها در گردناتون حق دارن، زناتون در گردناتون حق دارن، فرزندکاتون در گردناتون حق دارن. فرزندکا را تعلیم کنید، فرزندا را به نوازش و به تربیه نمانید. زنهاتون همیشه احوال پرسی کنید. این وظیفه شما هست. شما میدونید حضرت معاویه ابن حیدته پیش پیامبر اومد، گفت ما حق زوجت احدنا علیه. حضرت همین زنها در گردن ما چه حق دارن؟ حضرت چی گفت؟ ان تطعمها اذا طعمت، هرگاهی طعام خوردی، طعام زنم بگردن تا، یعنی شکمی سیر زن به ذمه تو و تکسوها اذا اکتسیت، لباس زنم بگردن تا. ولا تضرب الوجه، پیامبر میگه تو حق نداری زن بزنی. ولا تقبح، تو حق نداری زن حقارت کنی. ولا تهجر الا فی البیت، اگر مبادایی که همین زن یگان ناز برداری کرد یا قهر کرد یا یگان گپگردانی کرد یا طبیعت تخیره کرد، فقط جاگه خواب تا در اون خانه که خواب دین جدا کن برای تعلیم. حقا را بینید، طعامش در گردن تونه، لباسش در گردن تونه، حقی زدن ندارید، حق حقارت ندارید.
сахти бадам бия баъзе хоҳаро худошон мегӯяд ба номи парвардигор мегӯяд занг мезанад сахт дар кор нист мегӯяд ҳамин даштомуш мегӯяд мисли борон ворӣ меояд. ина зандориҳои мо шумо баъдан мо давом мекунем алҳамдулиллаҳ мусулмонин ба кадом аҳвол пайғамбари гиромира зандориш ҳабиби худо мегӯ пайғамбар мега бародар азиз сухани ман нест ман ягон пуштибонӣ ман ҳамин падхалимира нағз намебинам новобаста касе боша набоша вале сухани худо ва расула ҷонот ки буброя мегӯмад пайғамбари худо мега намин луқмара диди намин луқмара мега агар касе нами як тиканона оле бинед аки ин ҳикмат дорохе мега нами як тикагнона агар ба дасти худаш бигирад дар даҳани занаш бигзора агар як кӯи аз тилора садақа кунад ба ин баробар намешавад. беҳтарину болотарини садақа мегӯяд як хӯрака дар даҳани зан гузошта. оли дар мардуми ғайри мусулмон мебинӣ ку хоб чойш метаҳад овуш метаҳад ё қатиш таом мехӯрад ё ягон чиза ки метаҳад ман ҳамира ё як ҳадия як духиш меорад ё як гӯшт мебара метаҳад. ҳамаи инҳо суннатҳои пайғамбар монаем моҳо бегона шудем. моҳода фақат чира додам ҳақорат кун коре ку ки мақсад занак ай бини боло гап назанад на зиндагии ширинай на зиндагии хубай на дигар дар ӯ зиндагӣ ягон меҳрай хок ҳичи нест. бародари азиз ва гиромӣ ин роҳи пайғамбари худо нест ин роҳи мо шумо нест. барои чи пайғамбар чӣ гуфтанд хиёрукум линнисои акмалу лмуъминина имонан аҳсануҳум хулуқан ва хиёрукум линнисои. бин дар байни намёзи дар дукон чандта шидагир пайғамбар мегӯяд аз ҳамада мукаммалтарини имона ки дорад он касе ки ахлоқи ҳамида дорад бачаи хубе. ва дар давомаш чӣ мегӯяд беҳтарини шумо ки аст линнисоихим он касе ки бо занаш муомилаи хуб дорад. бо зан муомилаи хуб кардана пайғамбар хиёрукум гуфт беҳтарини шумо. бин бо оишаи модармон пайғамбар дар сину соле ки пайғамбар қарор дошт ва як чӣ зарурат буд бо пайғамбар бо оишаи модармон мусобиқаи давидан мекард. як бор мега оиша гузашт як бор пайғамбар гузашт. инҳоро ба хотири он мекард ки мо анамика зиндагиҳои нека бояд ки дошта бошем. чаҳорум бародари азиз касеро ки пайғамбар аҳли ҷаннат мегӯяд. якум фаҳмидем фақир одами нотавон одами оҷиз чиз мисол надорад чизе аз моли дунё. дуюм зане ки аз ӯ шавҳар розӣ бошад. сеюм зане ки маҳрша ба шавҳар бубахшад. чорум ва родиу анҳу абавоҳ нафаре ки падару модар аз ӯ розӣ бошад. падару модаротонам розӣ бошад. дар баробари он ки занотона фаромӯш намекунед фарзандотона падару модаротона ҳам бояд шумо фаромӯш накунед. бародарон аст хоҳӣ ки худой аз ту хушнуд шавад сармояи умри ту ҳама суд шавад дар банди ризои падару модар бош то ҷумла гуноҳат ҳама нобуд шавад. طاعت حق را به جان فرمان کنی، بعد از آن بر والدین احسان کنی. والدین از هر کسی خوشنود نیست، آن کسش شایسته معبود نیست. پیامبر ما میگه کسی سه چیز را از سه چیز جدا کند، خداوند گفته بود است که بین رحمت ما و بین خودش جدایی می اندازد. خب کسی سه چیز را از سه چیز جدا کند، بین رحمت خودش و بین خودش و بین رحمت من جدایی، یعنی رحمت من دیگه به اون نمیرسد. یکم اطیع الله ولا اطیع الرسول والله یقول اطیع الله اطیع الرسول.
کسی میگه که من خدا را اطاعت میکنم و پیغمبر شنه. الله میگه من به شما میفرمایم که خدا را اطاعت کنید، پیغمبرم اطاعت کنید. ولی شما میدونید که از با یک گروه نو برآمده است، قرآن اطاعت میکنه، سخن خدا را قبول داره و سخن پیغمبر را نه. ولی نوش برآمده، ولی یک تلاطم میدازه بود. خیلی احتیاط کنید برادر عزیز، خیلی احتیاط کنید. پیروی از مذهب ابو حنیفه را تمام فراموش نکنید. خدا را اطاعت میکنه، پیغمبر را نه. ما پیغمبر را گوش نمیکنم. یارا حاضره دا بگیم قرآنیون میگن فقط قرآن اطاعت، اون که در قرآن هم اطاعت پیغمبر هست. اطیع الله اطیع الرسول. خب یکم کسی همین را جدا کرد، بین رحمت ما و بین خود جدایی کرد. کسی خدا را از پیغمبر جدا کرد. دوم اقیموا الصلاة ولا آتوا الزکات والله یقول اقیموا الصلاة و آتوا الزکات. دوم میگه که نماز میخوانم زکات نمیتون. خدا میگه که نماز بخوان زکات ادا کن. برادرای عزیز، شما هم باید حاضر از حساب کردن از $2150 2.5 فایز باید زکات دهید. کسی همین پول اگر دارد زکات نمیتید، نمازش نماز نیست. نمازش نماز نیست. کسی اگر $2,000 دارد از همون 2 فایز شد نمیتید، او چی است؟ 2.5 فایز شد نمیتید، او را عبادتش در پیش خدا قبول نیست و مالت هم حلال نیست. زیرا زکات معناش همینه، میگه چگونه که یک گاو و کلش میبری و تنش برای شما حلال میشود، انمی زکات کلای نمو مال شما. تا همون اگر ذبح نکنین، جدا نکنین، باقی مانده اون مال برای شما حلال نیست. سیوم کی است؟ میگه کسی که شکرگزاری خدا را میکنه ولی شکرگزاری پدر و مادرش نمیکنه. والله یقول ان اشکر لی ولی والدیک. ببینید سیوم من فرق بین شکر الله و شکر والدیک. والله یقول ان اشکر لی ولی والدیک. کسی بگه که من شکر خدا را میکنم، شکر پدر و مادر من نیست. حالا که خدا میگه من به تو میگم که شکر مرا بکن، شکر پدر و مادر هم بکن. برادر عزیز، پدر و مادر هم از مقدسان هم. شما اینها را هم احترام داشته باشید. حتی ببینید همین روزه همین قدر زحمت دارد. میگه کسی که اگر روزه بدارد و پدر و مادرش او خفه باشد، روزش قبول نیست. اگر روز عید میگه رفته از پدر و مادرش بخشش پرسه و عید درآمد، روزش هم قبوله، عیدش هم قبوله. پنجم برادر و تائب من الذنب. پنجم توبه کننده از گناه. تا امروز هر چی کردی دادری عزیز، اکو الحال که شنیدی، الحال که دانستی، الحال مانده شدی، به سوی خدا بگرد و پروردگار رو توبه کن. صدقاً به سوی پروردگار خود حواله کن. خدا میگه که وقتی توبه یقین باشد، نصوح باشد، صدقاً باشد، بازگشت نداشته باشد، التائب من الذنب کمن لا ذنب له. توبه کننده از گناه رو مثل کسی میگردونه که گناه نکرده باشد، اگر باشد که شما توبه کنید. این 5 نفر برادرای عزیز و گرامی، پیامبر گفت بیشک اهل جنتند. باز یک بار دیگه بیانتون میارم. فقیری که صاحب عیال باشد، زنی که شوهر از او راضی است، زنی که مهر خودش به مردکش میبخشد، چهارم آدمی که پدر و مادر از او راضی است، پنجم کسی که توبه از گناه میکنه. اینها را پیامبر گفت بیشک اهل جنت. خب همینجا چند سوال ها بوده. خب سلام حاجی شیرین سخن. حاجی محترم، ما میخواستیم که شما مهمان خانه ما شوید، اما شما فردا در سفر دارید. شکرانه الله صاحب فرزند شدیم. با امر پدر جانم
نامش را محمد رسول گذاشتیم. در حق این فرزندم دعای خیر و با خودم دعای شفای کامل با احترام مخلص شما. خدا نفری که این مکتوب را روان کردن خدا شفای کامل و شفای عاجلش عطا کند و الله مهربان این فرزندی را که محمد رسول گذاشته است سزاوار این نام زیباش گردان و خدای مهربان همه آن برادرایی که اینجا هستند فرزند طلب هستند خدا شما را هم صاحبای فرزندهای سالم و صالح گردانه. آمین یا رب العالمین. خب سلام اکای حاجی میرزای عزیز، ما هممون شما را از برای خدای بزرگ دوست می‌داریم. یکم سوال، بسیاری برادرای با دولتمان افطار و نان می‌دهند، اما در آنجا دیده می‌شود که یگان کمبغل و یگان بیچاره اشتراک نمی‌کنند. اگر کسی امیر خاصه کنه افطارش افطار نیست. پیامبر گرامی گفتند که محفل شما نان شما نان نیست اگر اونجا ثروتمندها دعوت شود و بیچاره‌ها محروم شود. یعنی معلوم است که وای نان نیست، اونجا مقصد است، اونجا یگان غرض دارد، یگان ریا دارد. خب گفتی روسا پکازو خواهی، برای همین اینها را چی نمیگم، اینها را افطار نمیگم برادر عزیز. اگر امیر خاصه کنه یکی اگر دعوت مثال در نیتش باشد دعوت کرده باشد نیایم اینجا در انشاءالله وای ثواب افطار پیش خدا میگیره. ولی خدا کند برادر عزیز که این گناه نیت زیشت خدا در دل برادرای ما جای نکنه، زیرا اونا فکر کنن اول خودشون کی بودن، یک بار از ابتدای حیات خودشون گردانده ببینن که همینا هم یک زمانی آخه همین حالت و همین مرحله را عیسی سپری کرده بودن، باید به قدر اینها بیشتر رسد. برای همین برادر عزیز جوابش همینه. سلام اکای حاجی میرزا. خب چی باشه؟ تجارتی منده 1 کیلو تربوز رو با مقدار 50 درهم میخرد و با مقدار 5 سومانی میفروشد. آیا این در اسلام ممکن است؟ در اسلام فایز مخصوص نیست برادر عزیز. اگر به شرط یک تربوز تو 1 سوم که بخری 10 سوم که بفروشی برای تو حلاله. فایز مخصوص نداره در اسلام که باید 5 فایز مانی، 10 فایز مانی، 20 فایز مانی، چند فایز میموند حق سوداگر است. فقط این است که ماها مثال در همین بین یک ذره انصاف میدن. اگر به خاطر انصاف همین را مقداری کنیم که برادرای مسلمان مونده مشکل نیاید، انا اینش با افضل بالا. و الا در این بین اگر کسی گوید که این مردک 1 سوم گرفته 10 سوم میفروشه حرام میخورد، این از شما حق ندارید، زیرا وای حرام نیست برادر، وای تجارت است. فقط در همین بین اگر همون را سبکتر کنه برای برادر مسلمانش که رمضان است یا این برادر مسلمان مانه کمک کنه، این نور دراز کنه برادر عزیز، ایماناتون کامل کنه و الله مهربان باز هم رزقاتون فراخ کنه. هر جا باشین بی درد و بی غم باشین و آن تأکیدها و آن نصیحت‌هایی را که از برای خدا برای شما کردم برادرای عزیز از ذهنتون دور نکنید، همیشه با خدا نگه بدارید و از الله مهربان خواهان او هستیم که این روزه‌ای که ما و شما داشتیم به درگاهش مقبول بگرداند. باز تا فرد و خدای مهربان همه شما را به یک جای نگهبان باشد و این خواهر اسلامی که اینقدر همت کرد و اینقدر محفل زیبا کرد، خدا عمرش دراز کنه و ایمانش کامل کند و تمنیات‌های نیکش الله مهربان حاصل کند. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمین یا رب العالمین. خیر خواهر عزیز بخیز ما نماز بخونیم بعد همه تکلیف شما را بگذارم جدا میخونیم. اینا بریم جدا کنیم. بریم جدا کنیم. شما بخونیم بعد
برای ما همه وعده در بسیار چیزی ما در وزمین می‌گذارد. وقتی ما از روز سه‌شنبه وعده کردیم. برای همین خیلی آمدیم بچه‌ها را دیدیم رخصت ممتی همجا بریم شما بخونیم. مایلش قبول است خیلی ما. مایلش خیلی قبول است. بچه ها همینجا یک سوال دیگه از دو درمان آورده که السلام علیکم محتر حاجی میرزا، ما یک گروه استودنتان از شما خواهش میکنیم که در حق ما دعا کنید، چیزی که شما میدونید در آخر زمان قرار داریم، چگونه ایمانهای خودمان را داریم. برادر ما کامیده شهاب الدین. الحال من همون 3-4 بچه ها را در مسجد استودنت بدهیم خیلی از ما با شما همین نصیحت برادرای عزیز که هر جا که خواننده هم که باشیم از خواندن نماز و از خدا دور نباشیم. ما هم طرفدار که شما بچه‌های با علم باشیم، بچه‌های با سواد باشیم، متخصصای خوب باشیم، پگاه رفته با در همون زادگاهاتون و در وطنتون با خدمت کرده توانید. ولی در برابرش برادر عزیز وقتی همون دیپلمی را که میگیری باید حجتی بندگی هم داشته باشی. دیپلمی بندگی، دیپلمی ایمانداری، دیپلمی که پگاه با او دیپلم با داخل جنت چیدن در کار، اونش هم باید با شما باشه. برای من حقیقتا برادرای عزیز در این ملک ها نگه داشتن شما خطانه بسیار سنگینه. این 6-7 روزه که ما در اینجا بودیم به نام خدای مهربان قسم خوش به حال شما که وقتی چشماتون میپوشین، خوش به حال شما که وقتی در کارهای مثال همین زشت و گناه و حرام وقتی قدم نمیزنین، خوش به حالتون به خدا قسم. برای همین بسیار احتیاط کنید برادرای عزیز. خدا ذهنهاتون زکی کنه، فهماتون کامل کنه. خدای درس ها و این خوانش های شما در برکات الله مهربان عطا کنه و شما این مکتب ها را با این بهاهای خوب و با خصلت های نیک و با یک آداب بلند و با یک ترس خدا انجام داده توانین و با صحت و سلامت به زادگاهاتون رسین. آمین یا رب العالمین. مهربانی برادرای ما که سفر حج دارن فردا، خداوند این سفر که بسیار سفر مبارک است، علاوه خصوص کسی که در ماه رمضان اگر سفر حج عمره کنن، خداوند با او پاداشی ثواب حج فرضی را میده. خدای مهربان سفر این برادرای ما را هم بخیر کنه و الله از این سفرشان راضی باشد و سفرهاشون قبول و با صحت و سلامت الله مهربان به خانواده شان رسان. آمین یا رب العالمین. پیش همین کشادن روزه هاتون برادرای عزیز انشاءالله طعام پیش کنه. خدا اگر امرتون تا میخورینش، ولی پیش از همین طعام حتما دعا کنید، زیرا که حالت بسیار قبول دعا هست. میگه للصائم فرحتان. این حالت ها رو باید ای دست نکنید شما. و در حدیث آمده است که هر کسی که اگر بعد اذان و بین قامت دعا کنه،
یا بعد نمازهای مکتوبه دعا کند یا در حالت باریش آمدن باران میبارد دعا کند یا در حالتی که دل شب در حالت دل شب دعا کند یا در حالتی که انامین خوردن در آغاز میکنه پیش همی میگه هر دعایی که کند الله میرونه میگه دعاش قبول میکنه. برای شما بسیاری دارین چیزهایی که برای شما لازمه شما باید از خداوند پیش از خوردن طلب کنین انشاءالله بعداً مثال طعام خورین خداوند از شما این دعا را قبول میکنه. با دهن روزدار ببین لخلوف فم الصائم اطیب عند الله من ریح المسک. ببین دهن ما و شما بوی میکنه خودمان ناراحت میکنه. خدا میگه همون بوی دهن تو به سوی من محبوب تره ای بوی مشک دیده. ببین با همین مثال کام و با همین زبان وقتی ما دعا میکنیم بسیار خیره. میگه 40 لبه است امروزه چند شد؟ 2 مینوت بالا باشه خیلی دعا میکنیم. خدای مهربان امروز این طاعت و عبادت های ما و شما را الله مهربان قبول فرماید. محبت و اخلاص های ما و شما را به سوی دین خدا باز هم زیادتر گرداند و الله مهربان این جمعیت یا بچه‌هایی که از ما و شما در همین دیار هستند بیمار باشند خدا شفای کامل و شفای عاجلشان دهد. الله مهربان کار و بارهای شما را باز هم برکت و کشایش نصیب کند و الله مهربان به شما توفیق دهد که شما همیشه در پی ریزق حلال باشین و در راه حلال باشین. و از الله مهربان خواهانی رو هستیم که سفرهایی که اگر به خانه داشته باشین خدا سفرهاتون هم بخیر کند. پدر و مادراتون زن و فرزنداتون الله مهربان به همیشگی نگهبان باشد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. آمین یا رب العالمین. خیلی ان شاء الله اگر بکشوینم میشه وقت خدا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله